استقبال سرگئی لاوروف از سید عباس عراقچی یک روز پس از دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با ولادیمیر پوتین و تحویل پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه. رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه در آغاز دیدار با هیئت ایرانی از خوشحالی ولادیمیر پوتین پس از دریافت پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب گفت: Вчера состоялась продолжительная, насыщенная беседа у президента Российской Федерации. گفتگوی طولانی و مفصل با جناب آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه صورت گرفت. ایشون در نتیجه خیلی خوشحال بود. وزیر امور خارجه ایران هم روابط مستحکم و عمیق تهران و مسکو را نشانه عزم و اراده جدی دو کشور برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دانست. روابط ایران و روسیه شاید هیچگاه در طول تاریخ خودش به این اندازه نزدیک و مستحکم نبوده. لاوروف و عراقچی پس از مذاکرات دو جانبه به نشست خبری آمدند تا هم گزارشی از آنچه پای میز مذاکره گذشته ارائه دهند و هم پاسخگوی سؤال خبرنگاران باشند. لاوروف درباره دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا چنین گفت: روسیه از تمایل ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق عینی در مورد برنامه هسته‌ای ایران استقبال می‌کند و آماده است تا روند مذاکره تهران و واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل کند. وزیر امور خارجه روسیه افزودن ادعاهای جدید در مذاکرات را هم خطرناک توصیف کرد. روسیه هر نوع تلاش برای گره زدن مذاکرات ایران و آمریکا با موضوعات غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای را خطرناک می‌داند. سید عباس عراقچی هم از نقش سازنده روسیه در مذاکرات برجام و دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تمجید کرد. امیدوار هستیم و انتظار داریم که در هر توافق جدیدی روسیه به نقش کمک کننده خودش ادامه بده. فردا شنبه مذاکرات از آقای عراقچی درباره مواضع متناقض طرف آمریکایی پرسیدم. اون مواضعی که پشت میز مذاکره ارائه میشه اونها هست که مورد حساب قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که فردا مواضع طرف آمریکایی رو بشنویم. اگر جدیت و اراده واقعی وجود داشته باشه و اگر درخواست‌های غیر واقعی، غیر عملی و غیر منطقی نداشته باشند، به نظر من رسیدن به یک توافق محتمل است. مذاکرات عراقچی و لاوروف به ضیافت ناهار کاری هم کشید و در مجموع بیش از 3 ساعت به درازا کشید. تقریبا همه موضوعات مورد علاقه دو طرف رو در همه زمینه‌ها بحث کردیم و من فکر می‌کنم که ما الان درک خیلی کاملتری رو از اوضاع منطقه، اوضاع بین‌المللی داریم و روابط دو جانبه ما به شکل بسیار بی‌سابقه‌ای داره خوب حرکت میکنه. سفر وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو صفحه‌ای نو در روابط و مناسبات عمیق ایران و روسیه گشود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.